چی شد؟ علائم و نشانه‌های مشکلات سلامت روان می توانند اینها باشند: نداشتن انگیزه، تشویش، ناامیدی، بی‌حوصلگی، احساس تنهایی، نفس تنگی، احساس خستگی، منزوی شدن، بیخوابی، لذت نبردن از زندگی، نگرانی. نداشتن تمرکز. همه ما به عنوان انسان ممکن این احساس را در بعضی از مراحل زندگی خود تجربه کنیم. ما به عنوان جامعه پناهجو ممکن است با مشکلاتی مثل صحت روانی مواجه شویم. از شریک ساختن این مشکلات با دیگران نترسید. نداشتن سلامت روان باعث شرمندگی نیست. خدمات سلامت روان در جامعه ما به شکل وافر موجود است. با مراجعه به مراکز سلامت روان، دکتر خانوادگی، روانشناس و کارمندان اجتماعی می توانید این مشکلات را رفع نمایید. دسترسی به خدمات صحت روان حق هر شهروند است. معلوماتی که شما همراه دکتر خانوادگی، روانشناس و کارمندان اجتماعی در میان می‌گذارید، همه به طور محفوظ و محرمانه نگه داشته می شود.